تمرین شماره 133 گام لا ماژور هست و اینکه 4 ضربی با سرعت پایین شروع نواختن میکنیم. هر سیاه برابر یک شماره. فا دیز، دو دیز، سل دیز سرکلید اون هست. 1 2 3 4 1 2 مزن میخوام 1 2 3 سل دیز به لا بچسب انگشت آرام 2 و اینکه سعی کنیم برای سیاه از کل آرشه تا جایی که میتونین استفاده کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 انگشت آرام 2 3 ر بهش نچسبه ر بکاره 2 3 دست باز 4 1 2 3 4 1 2 3 و 4 سکوت. آرشه رو میذاریم از آرشه راست 1 2 3 4 از همه آرشه استفاده کنیم 2 انگشت چهارم بهش بچسبه به خاطر دیز بودنش 3 سل دیز با فاصله 1 انگشت سوم وقتی میره جلو انگشت چهارم دیگه فاصله ای نگیره وگرنه صدای لا دیز میده. ایرادی که بعضی از بچه‌ها دارن انگشت اول فا رو دیز میذارن سل رو هم دیز میذارن لا رو دوباره با فاصله میذارن. این اشتباه هست. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ر بکار 2 3 4 1 2 دیز رو سیم چهارم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 رو سیم چهارم هم همینطور لا سی که حالت عادی فاصله داره 2 دیز و اینکه ر انگشت چهارم کنار انگشت سوم قرار میگیره.